بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان دیگری از داستانهای نورانی یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو با هم میخونیم. داستان ابوطلحه انصاری، کسی که زنان مدینه در مورد ایشون میگفتن ما ندیدیم مهری رو که برای زنش تعیین میکنه، یعنی نوع مهری که این برای زنش گذاشته، از اون مهر زیادتر کسی تا به حال گذاشته باشه. میدونید اون مهر چی بود؟ اون مهریش اسلام بود. مهریه اسلام رو برای همسرش گذاشته بود. این چه داستانیه واقعا که ابوطلحه انصاری به خاطر مهریه برای همسرش سر زبانها افتاد و این چنین ازش تعریف میکردن. بله، زید بن سهل بن نجاری، گوش کنید، زید بن سهل بن نجاری، هرچند این اسامی ممکنه براتون سخت باشه، که ایشون معروف هست، یعنی کنیش به ابوطلحه، کنیش ابوطلحه هست. این میدونست که رمیسا، خوب داشته باشید، رمیسا، این اسامی باید کم کم در ذهنها جا بگیره. میدونست که رمیسا دختر ملهان النجاری، خوب از قبیله خودش هم بوده، دقت کنید، که معروف بود به ام سلیم، که البته در لغت عرب میگن ام سلیم. ام سلیم، حالا ما همون سلیم هم میگیم، اشکال نداریم، حالا گفتیم ام سلیم هم اشکال نداره، که معروف بود به ام سلیم، که این بیوه شده. خوب دقت کنید، ابوطلحه فهمید یکی از زنان قبیلش که معروف به ام سلیم هست بیوه شده و همسرش از دنیا رفته. این زن رو خوب میشناخت، در فراست، در بسیاری از مواردی که یک زن بالاخره کامل باید داشته باشه، و خب خیلی هم علاقه‌مند بود. گفت حالا که این شوهرش از دست داده، من میرم برای خواستگاری اون، و خوشحالم شده بود، چون همیشه تو ذهنش بود که دارای همچین همسر خوبی باشه. اما ام سلیم خب زنی بود که دارای عقل بود، رجاحت فکری بود، دارای حکمت بود، و از همه مهمتر کاملا ویژگی‌های یک زن با درایت، یک زن با سیاست، یک زن با حکمت، یک زن خوش زبان و خوش سیما رو داشت و خوش صفت رو داشت. این بود که بالاخره ایشون گفت قبل از اینکه دیگران بخوام برن خواستگاریش، من میرم به خواستگاری این، چرا که همچین همسری گیر هر کسی نمیاد. و خب از اون طرف هم ابوطلحه آدم ثروتمندی بود، آدمی نبود که بگیم که آدم ضعیفی، فقیر یا ناشناخته باشه. اینم جزو بزرگان قبیله خودش بود و دارای ثروت بود، و میگفت وقتی که من برم خواستگاریش دیگه منو حتما رد نمیکنه. خب خود ابوطلحه هم موقعیت اجتماعی داشت، هم از نظر عقل و خرد و جامعه و ثروت و اون چیزهایی که بالاخره در عرب وجود داشت، در مدینه وجود داشت، موقع میگفتن یثرب، همه اینها رو داشت. سوارکار بود، جنگنده و جنگجو بود، تیرانداز بود، چون معمولا افرادی که با تیر و کمان کار میکردن در عرب خیلی محدود بودن، و این جزو افراد محدود و یعنی انگشت شماری بود که در مدینه توانایی تیراندازی رو داشت. خب خوشحال این رفت ابوطلحه به خونه ام سلیم برای خواستگاری بالاخره ام سلیم. توی مسیر که ایشون میرفت برای اینی که بالاخره به خواستگاری ام سلیم، مطلبی رو شنید که شخصی در مدینه اومده به نام مصعب بن عمیر، و این شخص دعوت میکنه مردم رو به سوی پیامبری که در مکه برانگیخته شده و دین جدیدی رو آورده، و فهمید که ام سلیم هم ایمان آورده به محمد صلی الله علیه و سلم و پیرو دین اون شده. خب این با خودش این مطلب رو شنید، اما گفت خب اشکال نداره، دین تو آورده، حالا من در عوض زن خوبیه، نه این زن رو من از دست بدم. و بعد هم شنید که خب همسرش هم میگن مسلمان شده بوده و دین آب و اجداد خودش رو ترک کرده بوده، بالاخره پیرو دین محمد شده فلان، ولی گفت خب حالا من میرم ببینم چی میشه، خواستگاری میکنم، داستان چیه. بالاخره رسید ابوطلحه به منزل ام سلیم، اجازه خواست، وارد خونه شده، اون هم اجازه داد، گفت بفرما. و پسرش انس هم اونجا بود، و بالاخره اونجا گفتش که من اومدم برای خواستگاری شما، من بالاخره به شما علاقه‌مندم، شما رو دارای این چیزی وجاهت‌های اخلاقی، بالاخره همه چیزهایی رو که این زیبندگی‌ها رو دارید، این فضایل دارید، من اومدم خواستگارید. ام سلیم گفت نگاه کن ابوطلحه، آدمی مثل تو که وقتی بیاد خواستگاری کسی ردش نمی‌کنه، اما من با تو ازدواج نمی‌کنم، چرا که تو کافر هستی، تو مسلمان نیستی،
تو در شرک و در خرافات و تو در بدعات و اینها فرو رفتی، تو بت‌ها و سنگ‌ها و چوب‌ها رو واسطه بین خودت و خدا میکنی، واسه الله شریک قرار میدی، من نمیتونم با تو ازدواج بکنم. ابو طلحه فکر کرد که ام سلیم داره بهانه میگیره برای اینکه مثلا شاید طلا و جواهری بیشتری بده، یا کسی دیگه‌ای هست ممکنه از اون ثروتمندتر باشه. رو بهش کرد، گفت نگاه کن، هر چی تو ام سلیم بخوای من بهت میدم. تو چی میخوای؟ طلا میخوای، نقره میخوای، هر چی میخوای. اصطلاح عرب هست، از زرد و قرمز، زرد و چی میگن قرمز، اصطلاحی داره اصفر و الابیض، زرد و سفید، یعنی طلا و نقره، هر چی امثال اینا بخوای من بهت میدم، به پات میریزم. گفتش که تو منظورت اینه که بخوای با طلا و نقره بخری؟ گفت خب زنها اینو میخوان، من هر چی بخوای به پات میریزم برات میدم، از اینکه کی میخواد از بیشتر از این بده. گفت نگاه کن ابو طلحه، من شهادت دادم به این که الله یکیست، هیچ شریکی نداره. ایمان آوردم به این که الله شریک نداره. این بت‌ها، این چوب‌ها که شما مجسم کردید به عنوان انسان‌های صالح و نیک و فرشته‌ها، اینها رو واسطه بین خودتون و خدا میکنید، اینها همه باطله. الله تک و تنهاست، بلا شریکه، فقط اون روزی میده، فقط اون شفا میده، فقط اون شایسته عبادت هست، فقط اون هست که میتونه برای ما قانون عبادت و زندگی رو بفرسته. من اون رو قبول کردم و از طرفی محمد صلی الله علیه و سلم رو هم من به عنوان پیامبر اون میشناسم و این پیامبر خدا هست. اگر تو مسلمان شدی من باهات ازدواج میکنم، نه از تو طلا میخوام، نه از تو نقره میخوام، نه از تو مال دنیا میخوام. مهر من اینه که تو مسلمان بشی. ابو طلحه که این حرفو شنید، یه دفعه ذهنش رفت به طرف بتش. خب اون بتی داشت. معمولا پولدارها در اون زمان رست بر این داشتن که از یک جنس چوب خوب محکمی که مثلا چند صد سال ممکن نسل نکس بگذره، برای خودشون یک بتی درست میکردن، اینو تو خونه میذاشتن و این دیگه میگفتن باز این بت این ویژه است، این نمونه. مثل الان هم داریم دیگه، برای میری با خیلی جهات رفتیم دیدیم برای خودشون بالاخره بت‌هایی درست کردن، واسطه‌هایی وجود داره واسه خود افراد. بعد گفت خب من چیکار کنم؟ این من تا به حال با این شرایط بودم. میگه اما ام سلیم مثل یک پتکی زد تو سر این، در حالی که این دچار تردید شده بود. گفت میدی ابو طلحه، این خدایانی که شما دارید عبادت میکنید به جز الله، اینها از زمین خلق شدن، به دنیا آمدن. میدونی یعنی چی؟ پرورش یعنی شکل گرفتن، رشد کردن. گفت نه یعنی چی؟ گفت نگاه کن، تو خجالت نمیکشی؟ تو داری تنه درخت رو عبادت میکنی، تو خجالت نمیکنی تیکه آهن رو داری پرستش میکنی، تو خجالت نمیکشی داری سنگ رو پرستش میکنی، اینها رو عبادت میکنی، برای اینها سجده میکنی، اینها رو براشون نذر و نیاز میدی، اینها رو واسطه بین خودت و الله میکنی. بس دیگه، تو که آدم عاقلی هستی، دست بردار از این کارها. هی فکرتو نبر به ذهنی که اونچه که بودی با این خرافات شرکی که داری. اگر ابو طلحه مسلمان شدی، من راضی میشم با تو ازدواج میکنم، هیچ چیزی هم از تو نمیخوام غیر از اسلام، جز اینکه تو اسلام رو بپذیری و من بدون که هیچ دیگه نمیخوام. ابو طلحه گفت آخه من با اسلام چه تناسبی دارم؟ گفت بله، تو هم انسانی، تو رو هم خدا دعوت کرده به سوی بندگی خودش، از شرک و جهالت و کفر و خرافات و وابستگی به این و اون داره رها میکنه. تو هم حقته که مسلمان بشی. گفت خب من چگونه میتونم مسلمان بشم؟ دیگه ام سلیم براش توضیح داد حقیقت اسلام چیه، حقیقت لا اله الا الله چیه، حقیقت محمد رسول الله چیه. وقتی که این رو گفت، این براش توضیح داد. گفت حالا که فهمیدی، اول باید بری اون بتی که تو خونت بشکنی، دور بندازی، بعد بیای. ابو طلحه دیگه اسلام در قلبش جا گرفت، احساس روشنی کرد و شهادت داد، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، و رفت همین کار رو کرد و با ام سلیم ازدواج کرد. ازدواجی که سببش خیر و برکت برای ابو طلحه بود. و مسلمان ها میگفتن ما نشنیدیم یه مهری هرگز بهتر از مهری که ام سلیم داشته باشه، چرا که این اومد مهریه خودش رو اسلام قرار داد. امیدوارم که واقعا در جامعه ما این چنین باشه، پیوندهایی صورت بگیره بر اساس صداقت و پاکی و نور آسمانی، بر اساس محبت، بر اساس حرکت در مسیر توحید و بندگی، بر اساس هدایت انسانها، بر اساس نجات انسانها.
بله، ابو طلحه از اون روز دیگه همچنان در زیر پرچم اسلام بود، در سایه اسلام بود و تمام نیروی خودش رو برای خدمت در اسلام قرار داده بود. و ابو طلحه هم جزو یکی از اون 70 نفری بود که در عقبه رفت با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم با همسرش ام سلیم رسما با پیامبر بیعت کرد و برخی گفتن جزو همون نقبا هست، جزو اون 12 نفری که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در اون روز شب عقبه اینها رو برای مسلمانان مدینه یا یثرب اون زمان چیکار کرده؟ تعیین کرده بود 12 نفر رو و در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در همه جنگ ها ابو طلحه شرکت کرد و تا جایی که تونست از خودش هر گونه قهرمانی ها و مجاهدت ها رو به نمایش گذاشت. تا همینجا داشته باشیم تا قسمت دوم داستان که قسمتی مهیج‌تر و حساس‌تر هست رو انشالله در جلسه بعد خدمت شما ارائه بدم و با هم بخونیم. خدایا رو نگهدارتون.